رحیم، امید دارم همتون خوب و سلامت باشید. دوستان عزیز، امروز میخوایم نوبدهی کابل با ولایت‌ها همراهتون شریک بسازم. فعل نوبدهی کابل کی است در تاریخ 401 و ماه پنجم تاریخ 2 است. کسایی که به این تاریخ ثبت نام کرده است میتونه فرمای خود چک کنه، برشان تاریخ داده است. و البته روزگان 402 ماه هفتم و تاریخ 7 است. بادغیس 402 4 30 است. بامیان 402 2 7 است. بدخشان 402 2 11 است. بغلان 402 1 21 است. بلخ 401 11 19 است. پروان 401 12 24 است. و پکتیا چې دا د 1402 کال د 15 میاشتې دریم تاریخ کې ده. پکتیکا د 1402 کال د اولی میاشتې د 8 تاریخ ته نوبدهی رسیدلی ده. پنجشیر کې است نوبدهی پنجشیر 402 1 30 است. تخار 402 5 7 است. جوزجان 402 1 30 است. خوست ولایت چې دا د نوبدهی د 1401 کال د 12 14 کې ده. د کندی نوبدهی د کندی 401 7 9 است. سرپول 402 1 29 است. سمنگان 402 30 3 2 است. غزنی 401 7 10 است. غور 402 3 25 است. فاریاب 402 1 21 است. فرا 402 1 28 است. کاپیسا 401 6 13 است. کندوز 402 4 21 است. کندهار چې دا د 1402 کال شپږمې نهم کې ده. کونړ د 1402 کال د دویمې میاشتې 28 تاریخ ته نوبدهی رسیدلی. لغمان د 1402 کال د اولې میاشتې شلم تاریخ کې ده. لوګر د 1402 کال د 15مې میاشتې 18 ته رسیدلی. ننګرهار د 1402 کال د اولې 21 کې ده. نورستان د 1402 کال د شپږمې د 8 کې ده. نیمروز 402 6 3 است. هرات 401 11 13 است. البته نوبدهی هرات که است یکم پیش پس میشم، مگم فعلا کسایی که تازه البته یعنی چند روز پیش یعنی 20 روز پیش البته از کابل به ولایت هرات تبدیل کردن، نوبدهی اونها شروع شده. و از اون که پیش کسایی که مثلا قبل یک 6 ماه 5 ماه پیش البته ثبت نام کرده بودن یا فرم خود تبدیل کرده بودن، اونها خلاص شدن و بار دوم که سایت باز شد بر اونها فعلا نوبدهی شروع کرده. هلمند چې د 1402 کال شپږمې میاشتې اووم تاریخ کې ده. میدان وردګ د 1401 کال د 11مې نهم کې ده. زابل د 1402 کال د اولې میاشتې 29 کې ده. البته این نوبدهی تمام ولایت ها هستند و کابل که است به می تاریخ رسیده است و بلخ و دیگر ولایت ها که هستند فعلا هم به می تاریخ است و احتمال است که روزهای نزدیک البته در می 2 هفته بخیر ولایت ها سه ولایت ها زیر باز شود، مثلا سرپول، تخار، بلخ، پروان، پنجشیر، فرا، فاریاب، جوزجان، بغلان، بادغیس احتمال است که در نزدیک ها بخیر سرشون باشه برای تبدیلی فرم. کسایی که ثبت نام نکرده است فعلا میتونه در سایت کابل ثبت نام کنه، بعد از او فرم خود به ولایت ها تبدیل کنه و منتظری نباشه که سایت باشه و اون وقت ثبت نام کنه، چون سایت ها معمولا فعلا برای 5 ساعت 4 ساعت یا 2 ساعت باز می باشه، باز نمیتونه که در وقت کم البته ثبت نام کنید، فقط میتونه در وقت کم باز تبدیلی کنید. فعلا در کابل ثبت نام کنید، بعد از او فرم خود تبدیل کنید. و کسایی که در ثبت نام پاسپورت یا تمدید پاسپورت مشکل دارم میتونه که با آدرس واتساپ ما پیام ارسال کنم. این آدرس واتساپ ما میتونه که پیام ارسال کنم با می واتساپ ما پیام ارسال کنیم تا براتون ثبت نام کنیم در بخش تمدید و پاسپورت جدید. و کسایی که میخوای راجع به
ویزای بشارستان برزیل معلومات بگیره یا ویزای فرانسه معلومات بگیرن یا ویزاهای دیگه مثلا ایران و دیگه کشورها میخواد معلومات بگیرد یا درباره بورسه های که فعلا روسیه باز است، یعنی کسایی که میخواه تحصیلات خود را در روسیه انجام بده میتونه که همراه ما در تماس شوه، با واتساپ ما پیام بگذاره تا برشان ثبت نام کنیم. و اگر در باره پاسپورت کدام مشکل داریم میتونید زیر ویدیو کامنت بگذارید تا ما مشکل شما را حل کنیم. تشکر، زنده باشین. لدیر معلومات لپاره برای معلومات بیشتر و معلومات های تازه کانال یوتیوب ما را سابسکرایب و لایک و شیر کنید. تشکر، زنده باشین.